سلام. تراز کردن بچه‌ها. تراز کردن از گزینه‌های مهمیه که هر رزینکار یا چوب و رزینکاری باید بدونه. یه موقع می‌خوای میز کارتو تراز بکنی، یه موقع می‌خوای یه دونه سینی چوب و رزینی بریزی، یه موقع می‌خوای یه دونه میز جلو مبلی، میز ناهارخوری رو روش رزین بریزی یا ترسنگ یا هر چیز دیگه. بنابراین تراز کردن رو باید بلد باشی. یه دونه تراز کافیه. این حال تراز ما خیلی قدیمی و بعد دیگه پیر شده. ولی ترازهای جدید تمیزن، خوشگلن، ولی کارایی داره این تراز. خب برای تراز کردن یه دونه تراز 30 سانتی، 40 سانتی، 50 سانتی، ولی 30 سانتی هم جواب کارتو میده، میتونی تهیه بکنی و بهت میگم که تراز کردن به چه نحویه. بچه‌ها زمانی که ما میخوایم بیایم یک میز کار رو تراز کنیم، خب حالا از پایه میتونیم بیایم ترازش کنیم، یعنی 4 تا پایه‌ای که داره رو بیایم زیرش مثلا چوب بستنی، آقا نمیدونم تیکه چوب چیزی بذاریم و تراز کنیم. حالا تراز کردنش هم به این نحوه. یه زمانی میخوام یه دونه بیس داریم تراز کنیم، مثلا من میخوام این سینی رو بریزم یا میخوام یک صفحه بزرگی بریزم، این پایه هایی که مال کابینته یا این پایه هایی که مال کابینته یا اصلا لیوان یا سطل یا هر چیز دیگه، اگه از لیوان و سطل استفاده کردیم برای اینکه تنظیمش بکنیم باید زیرش یه حالا کارت ویزیتی، چوب بستنی چیزی بذاریم که نازک باشه و بتونیم تنظیم کنیم. اگر نه این پایه‌ها باشه چرخشی هستن و با این چرخشه ما میتونیم تنظیم کنیم. ببین دوستای من، شما زمانی که میخوای یه صفحه بذاری روی این میتونی از 4 تا پایه استفاده بکنی، میتونی از 3 تا پایه استفاده بکنی. 3 تا پایه کارت راحت تره، تنظیمش برات راحت تره و بالفرض مثلا که یک صفحه بزرگی من دارم میخوام تراز کنم، اول میام یک صفحه کوچیکی میذارم روی این و ترازش میکنم و بعد از اونم میرم برای صفحه بزرگترم. خیلی خوب، این یه صفحه کوچیک که من اینجا پیدا کردم میذارم اینجا، این هم 3 تا پایه من، درست میذارمشون گوشه. ببینید تراز وقتی میخوام بذارم باید این حباب وسط باشه، حباب باید وسط باشه، مخصوصا برای کسایی که میخوان تره دریا چیزا دیگه کار کنن. حالا اینجور هم که میذارمش بازم باید وسط باشه. حالا شانس ما وسطه، من یه دونهشون دفرمه میکنم که وسط نباشه، مثل الان از وسطی در بیاد تا براتون تنظیم کنم. از بالا بهتر مشخص هست که آقا وسط هست دقیقاً یا وسط نیست. بله خیلی خوب. الان من میخوام اینو تنظیم کنم، بالفرض که میخوام صفحه بزرگتری هم بذارم روش، یه 80-90% بهش کمک میکنم که تنظیم بشه. صفحه بزرگی هم که گذاشتم روش یه بار دیگه تراز میکنم. پس این شد دو حالت من. بچه‌ها یه موقع ضربه میخوره این ترازه، خب یه موقع داری کارتو تراز میکنی بعد میبینی بازم کجه چون ضربه خورده. از کجا بفهمم ترازم تراز سالمیه؟ بیاین دوباره روی تراز. اگر من اینجا تراز گذاشتم و ترازم از بالا اگه بگیریم بهتر مشخصه و تراز من وسط بود، ببین الان وسط نیست، به سمت راسته. خب الان که برش میگردونم اینجوری میذارم، همین الانم باید همون برای من نشون بده و میبینی که شما به سمت راست نشون میده، ولی باز الان یک کوچولو در حد شاید نیم میلیمتر یا 1 میلیمتر راستره نسبت به این. ببینید نسبت به این ورش، یعنی خطای تراز من 1 میلیمتر هست که این 1 میلیمتر رو من الان میفهمم و چیکار میکنم اگه کارم حساس باشه میام بین این دوتا در نظر میگیرم. خب پس اینو ما فهمیدیم که ترازمون ایراد داره، به اصطلاح اوستاکارا میگن تراز دوزه. میام برای تراز کردن دوربین میتونه بیاد دقیقاً روی کار، پایه‌مو تنظیم میکنم، خب از این ور درست شد. حالا از این ور میذارم برم از این ورم وسطه، ببین از این ور یه مقداری میکشه به سمت من، به سمت خود من کشیده. خب یعنی من تعادل بین این دوتا رو باید انجام بدم اگر میخوام که این اون ور با بیاد به بالا، این ورم قاعدتا با بیاد بالاتر. وقتی تراز مشکل داره تعادل بین دو طرف رو دستمو میگیرم زیرش و با اینجا میچرخونمش، ببینید اینجا که بتونم تنظیم کنم چون یه نفره هستم. حالا اینجا و اینجا ببینید الان تراز من مشکل داشت، از این ور الان وسطه، از این طرفم وسطه، درست شد. خیلی خوب. حالا از این ور افقی الان این یه طرفه به سمت یک کول به سمت راسته، از این طرفم
چپش باید بیاد بالا که درست بشه. من پایه‌ای که چپ هست رو میذارم وسط‌تر اینجا و میارمش بالا، میتابونم تا بیاد بالا. خیلی خوب. حالا برش میگردونم، چک میکنم چون ترازم مشکل داره، تعادل بین این ور و اون ور رو الان از این ور درسته، از این ورم درسته. حالا تا اینجا من اومدم 3 تا پایم رو تقریبا تراز کردم. این صفحه مثال بود دیگه، میذارمش کنار، پایه هامو بازتر میکنم، میخواستم الان کارم راحت تر باشه. خب چیزای اضافه هم دیگه کاری باشون ندارم. یه صفحه بزرگتر میارم میذارم روی کارم چون صفحه اصلی من اونه. این هم صفحه من. حالا تراز این راحت تره برام. میام ترازمو میذارم مجدد، یه مقدار میگه سمت من با بیاد بالاتر، یعنی با دست میارم که شما متوجه بشین، در حد مثلا یه کارت ویزیت چوب بستنی. از این ورم میذارم ببینمش، از این ور داره وسط رو نشون میده، ولی از این ور وسط رو نشون نمیده، میگه یه کوچولی آقای کوچولی برای بیار بالا. من تعادل بین این دوتا رو قرار شد در نظر بگیرم. خب چون میزم تراز نیست، این از این ور درست شد، اینجا یه مقدار به سمت راسته، یعنی میگه آقا چپ یه مقدار نگاه، چپ یه مقدار بیاد بالا درست بشه، چپ که میاد بالا درست میشه. از این ورم میذارمش، این ور وسطه. حالا یه موقعی نگاه میکنیم این کثیفیه، اینجا یه چیز زیر کار کثیفه، مثلا باعث این شده که یه طرفش بالاتر باشه. خب پس یعنی اینجا رو باید سعی کنین تمیز باشه توی کار خودتون. و شماهایی که شروع کارتونه با ما که آقا این تراز نزدیک 10 سال داره کار میکنه، خب داستانمون فرق میکنه، اینو بهش توجه کنین. میذارمش اینجا، وسط درست شد، این شد وسط. ترازم اگر سالم بود دیگه نیازی نبود یک بار از این ور بذارم یک بار از این ور بذارم، و چون من تست کردم دیدم سالم نیست کار میکنم. قدم اول، پس چه میزه، حالا یه همچین میزی، چه سینی بچه ها، چه قالب میخوام بگیرم، قالب چوب رزین، در هر صورت یا میزم باید تراز باشه، یا اگر میزم برای قالب چوب رزین که باید میز تراز باشه. ولی برای همچین کارهایی ممکنه میز تراز نباشه، شما فقط بخوای زیر کارتو مثل الان من تراز کنی. این نکته مهمیه. اگر برای تراز کردن سوالی داشتی میتونید توی تلگرام از تیم پشتیبانی من بپرسید.